سلام. در این ویدیو دخواستم ادامه در واقع EF کور گپ کنیم. EF کور چیه گپ کنیم. اون تعریف کور اره بکنیم گپ کنیم در مورد اون سری پکیج‌ها اپ ستینگ یه سری کارا اد و آپدیت و اینا انجام بدیم. ویدیو قبلی یه سری در مورد سینک و اسینک چی اینا گپ کنیم. حالا دخواستم سری توش دیدن در مورد یا بیشم و چه جای چیه. ما گفتیم در واقع هر عملیاتی که انجام دهنده آخه خود آرم تبدیل به دستور TSQL اوراکل PSQL اونا تبدیل که کار انجام دادن. حالا لازم این اوی ویدیو که ما بیشتر در مورد بنا موازانا گپ کنیم. فرض که ما جدول اخانی تیبل به تیبل ریلیشن خواهد یه سری درانه هم دخوازنی و هر تیبل دنیجی ریکوست لیخنه و دیتا نشان بده راه تشکر کنی بی کارج انجام بده. شاید بگیم ما گفتم هم اشکن سینک کنیده خب یا راه تو لیستی اشکنی الان راحت تو لیست شخص خواهد ایسینک سینک الان تدبیر ایسینک کنه راحت اشکن بی کارج انجام بده. خب هم دخوازن ورکلو زایدونین در مورد اصلا چرا دیتا جدولی دنیج بخویننی. خب اون نوک دادم ساختار بیان. خب الان گفتم من جدول خانه به استودنت جدول خانه به استودنت اینفو بنا به هم ریلیشن خانه درسته هم راحت اشک مثلا از طریق الان استودنت از طریق استودنت اینفو اساسی خانه به استودنت برعکس هم ریلیشن هیچ چه نکنی اما اشک کنی ویژه چک کلکشن چیکن چه نکنی. خب والر استودنت آیدی راحت اشکن تکن بیان استودنت آیدی من برابر فلان یا خود اشکن بگه ما تو نیست استودنت اشکن بگه نیم استودنت برابر با ویا بو راحت والا دیتا من تینا ولی شرطا حالا دیتا سامان تینا و استخراج کنم. حالا شاید نخواستم استخراج کنم. فرض که ام دیتا ام چو به کلوز لیخست چو اویان به کلوز لیخست بیست آغازنی ام نخواستنی کل اطلاعات جدول واره اما آغازنی سی فیلد خاص واره شخصه مثل سلکت ارته سلکت اشاره کنی آقا بیا بجنی هر در واقع وی دیتا سامانه چه دیتا سامانه کل چه جیگه بنیسینی خواه آغازنی مثلا بجنی آقا بنا دیتا نه همه نشان بده راحت اشاره کنی آقا مثلا بجنی بنا دیتا نه همه نشان بدم. گفتن نامه بربا و بلان بوده و دیتا را دیگه دو تا جدول ریلیشن لیخنه بعد که موقع ریلیشن لیخنه موقع که هم آغازن تو لیست دیتا من وگری نشان بدم نخوازنی کل فیلدانا وگره اما آغازن فیلد خاص وگره یا به اساس ساختار جدید وگره راحت اشتر که سلکت کارا انجام بدنی نیو که لیخنی با ساختار جدید چه رکه اما اگر راحت کلاس جدید خواهن و کلاس اویانده میلوم دکنه دیجنی و راحت اشتر که نلا هر چیزی بخوادن انجام و مسئله گروا چون هر دو پیه چه خانه تایدن اویانده خواهد بسم این کلود گه این کلود دیخنه تا ویا شکی اویان فروت سلکت اونا استفاده کنه. این کلود چون ما جدول این کلود چیه ما جدول خانه به استودنت جدول خانه استودنت فو ریلیشن خواهد به استودنت که درسته اما آغازن ارته سلکت ما ارته چیه ما استودنت چی واره و بعد ما گه این کلود انجام بدیم کلود من روش مختلف خانه و یکم مثلا یک امنا روشانه که جدول هم پیه ارتباط خواهیم چیانا انجام بدیم. خب پس ما با کلاس آکاد لیخستنی سلکتش گوتنی پیه گپ کنی حالا هنه سراغ یه سری مباحثه دنیم. خب ما در مورد بدون در مورد چه گپ کنیم پس راه تشکر کنیم اونا چه بشیم. خب روی ایدن باره پیشنهاد نکنم اما یه زمان شاید لازم بود یک هم دستوری که سی شارپ در نیستنی هر دستور سی شارپ در نیستنی خب امکان خواهد و عشان نکنیم یا به هر حالت عشان نکنیم و ایف کوره ما تبدیل به TSQL بکنه اگر چرا که وقتی نه چون عشان نکنه تبدیل کنه
بسیار عشان کتاب دیگه و این روشا پیشنهاد نه خود چند جا بجم و هم حالا دیتای کیم هم مثلا 5 تا رکورد خواهد 10 تا رکورد خواهد دیتای کیم هم مثلا دیتا بین نورت رام و رام برکلو زیخ نورت رام بنا کار انجام بدنی یا چرا کنی و موقعی که هم ورکلوز انجام دادنی تکن ورکلوز انجام دادنی مثلا بگم تکن درسته ورکلوز آیدی انجام که موقع ورکلوز انجام دادنی خروجی بیان دیجا چه آی کوری بلا من شخصا این یوتی بلا آی کوری اما منتظر تو لیست لنخنی تا فرست اور دیفالت نخنی و تبدیل به کوئری ناکن تبدیل به کوئری تریسکن ناکن اما یه زمان لازمه خب بیا مثلا چک نه بداخله تو لیست قبل از اینکه ورکلوز انجام بدنی بیا تبدیل به لیست دکن بعدا کوئری مطلب بعدا اصلا ورکلوز دیاننی و اینا کل دیتا تینا رام داره به شرط معمول دکن خب خیلی جالبه اما یه سری درانا لازم یک کارو بکنه دیتا بینوت رام شرطه نی اما این روشش اصلا توصیه نه خب واجی مسئله دنه ببینیم چه چطور خواهی مثلا یه هم گپ کنیم ویاجی تو کوئری استرینگ کوئری ما اما نشان داده مثلا راحت داشته کنی کوئری خواهد مثلا با شرط دنی سنی با شرط ما نشان بده مثلا با کوئری من نیستین یا حاضر کوئری ها بینه چه کوئری ران کریه یه سه دانه حاضر بررسی کنی دا کوئری خواستم تو دیتابیس بشینی تو کوئری استرینگ استفاده کنی واجبه خب پس من چند موضوع گپ کنی حالا انشالله ایدن ویدیو بعدی من در مورد ارتباط به دو تا جدول گپ کنی اینکلود گپ کنی در مورد تو استرینگ گپ کنی از این کوئری ببینید در مورد یک دیتیو در یه مدل جدید خروجی ما برکر سلکت هم گپ کنیم فیلدان رو گفتیم چه فیلدان استفاده کنیم و در مورد من حواسان فکرم لازم تا ویدیو کافیه انشالله ویدیو بعدی که من دیپتر در مورد EF انشالله گپ کنیم